سلام دوستان. خب بی مقدمه امروز راجع به این دوتا میخوام صحبت کنم: اجازه کار فرانسه و دعوتنامه کاری فرانسه و بعد از اونم ویزا، که حالا تجربه شخصی خودمه و تو تاریخی که دارم این ویدیو رو میگیرم پروسه ویزا هستم. حالا نتیجه رو دیگه خدا میدونه، چون با این پاسپورت ایرانی شانس ویزا شدن تو بهترین حالت 50% الان، یعنی خیلی راحت میتونه آفیسر بدون دلیل خاصی حال نکنه و ویزا نده. و بعد فرمالیته از هر بخوای تا اونجایی که من اطلاع دارم هر شکایتی، هر اپیلینگ لتری بفرستی براشون فرمالیته است، جواب نمیدن و میگن برو دنبال بازیت. حالا مثبت باشیم دیگه. حالا داستان ما چجوری بود؟ ما یه روز تابستونی که داشتیم موقعیت شغلی و کشور خودمون میدیدیم تو اروپا، تو کمپانی خودمون چک میکردیم، یه پیام اومد تو گروه از طرف مدیرم که اونایی که اسکی و ورزش زمستونی دوست دارن یه پوزیشن داریم تو اروپا، همین کاری که تو داری انجام میدی تو دیدیم میتونی بری تو اروپا انجام بدی. حالا دیدیم کجاش؟ این شهری که من تابستون کار میکردم برای شرکت تور اپراتور. دیدیم یه شهریه، نه به شلوغی استانبول، یه شهر خیلی کوچیکیه و نه هم به دیگه توریستی و اون وایب آنتالیاست، یه جورایی تو مایه آلانیا بگیم. آره، یه نسخه حالا میگه کوچیک‌تر شده آلانیاست، جو ساحلی دیگه، آب و هوای مدیترانه‌ای خوب و بیشتر توریستاش هم انگلیسی و آلمانی هم. خب گفتن که آره بیاین پر کنین، ولی اگر شما اقامت اروپا رو دارین میتونین برای این کار اپلای کنین و در غیر از اون خود به خود اون ربات شما رو حذف میکنه از پروسه اینترویو. حالا من دیگه گفتم خب نزنم مثلا من نان یوروپین هستم، بزنم یوروپین هستم، بعد که حالا قبول شدم بگم ویزا رو خودم انجام میدم، مثلا شما نمیخواد کاری کنید، فقط یه جاب آفر معمولی که به همه میدین به منم بدین، من با همون میرم جلو. اینا تو نوتا اضافه کردم که گفتن نه نمیشه. شاید هم حق داشتم، واقعا پروسه ویزه کاری و اینا برای یه کمپانی یه مقدار پیچیده است. یعنی تا وقتی خب تو اروپا یه فردی همین کارا رو انجام بده دیگه دلیلی نداره کمپانی بخواد خودش رو دردسر بندازه. خلاصه هی ما میگفتیم آقا شما قبول کن، ما بقیه کارا، شما گفتن نه. بعد یکی دو بار اینجوری رد شدن، یه روز تلفن زدن به من که آقا ما میخوایم شما رو بیاریم تو پروسه اینترویو، یه اینترویو بگیریم. گفتم اوکی، یه مقدار امیدوار شدم. اینترویو رو دادم و تو اینترویو خیلی جوابها رو سعی کردم با اون کیوردها، با اون چیزایی که تو ترینینگ‌های قبل این کارم یاد گرفتم بدم. چون قبل اینکه این شغل شروع کنم یه هفته ما دوره کارآموزی داشتیم، همه بچه‌های تیم جمع شدیم تو فتحیه، اونجا خیلی مسائل رو برای ما روشن کردن. با همونا جواب دادم و همون روزم جواب قبولیش اومد، گفت که آره ما اینترویو کردیم، شما قبول شدین، اون چیزی که ما تو فکرمونه شما هستی دیگه. توی مثلا یکی دو ماه دیگه ما قرارداد رو این میفرستیم و کارهای بعدش شروع کنیم، ولی هنوز 100% نیست، ولی از نظر ما قبولی شما، استاندارد یه کارمند خوب برای ما داریم اونجا. گذشت دوباره هیچ خبری نشد. بعد من شروع کردم دوباره پیام دادم به کیا؟ مدیر خودمون تو فرانسه، مدیر همین شرکت تویی که من براشون کار میکنم تو فرانسه، و گفتم که آقا من این امتیازها رو دارم، پرفورمنسم تو این سیزن اینقدر بوده، اینقدر تونستم تور بفروشم، مدیرم خیلی ازم راضیه، مدیر ترکیه‌ام، شما لطفاً منو در نظر داشته باشید.
که دیگه با این پیگیری ها جواب داد و بالاخره قرارداد کاری ما رو نوشتن. دیگه قرارداد کاری رو امضا کردم. بعدش هم که از خود دولت فرانسه چیز میشه، وزارت امور داخلی و کار، همچین چیزی بود اسمش، واسه من اجازه کارم صادر شد. دعوتنامه کاریو که شما میگیری بعد از اون اجازه کار رسمیت به اون تعداد روزی که کمپانی ساخته ازتون خواسته ببخشید صادر میشه دیگه. اون راحت ترین بخششه اجازه کار. سخت ترینش جاب آفره. جاب آفر رو رد کنی دیگه قسمت سخت ماجرا تمام شده. بعدش هم که دیگه میمونه ویزایی که دیگه نمیشه گفت سخت، چون دیگه تصمیمش با یکی دیگه است اصلا. یا حال اون آفیسر خوب باشه اون روز، بد باشه، با قیافه شما حال کنه، شاید بخندی ولی واقعا همینه. هر جور که اون آفیسر حال کنه بدون توضیح مشخصی میتونه رد کنه شما. حالا مدارکی که برای ویزا از من خواستن چی هست؟ اون واجباش اینه: قرارداد کاری ترکیه و فرانسه. 2. اجازه کار فرانسه که توی برگه به شما رسمی ایمیل میشه با QR کد، نسخه فیزیکی نمیاد در واقع. بعدش سگکاتون، بیمه کاری اینجاتون، اگر کوالیفیکیشنی دارین، دوره شرکت کردین، مدارکش و مدرک تحصیل که حالا اینجا داستان داره و منم از هر مؤسسه مهاجرتی پرسیدم تو این یه قضیه اصلا شوتن، نمیدونن چی به چیه، تو فقط توریستی میخوام بگیرن و اینجور داستانا. هیچ کدوم هم آقا سر در نیاورد. هرچی ما تو اینترنت گشتیم یه دونه فقط ویدیو پیدا کردم که اونم گفته بود تحصیلی برای کار الزام نیست، میتونه ساپورت کنه مدارک شما رو. ما دیگه تصمیم گرفتیم ارائه ندیم، چون انگار نمیشه فارسی رو ترجمه کرد مستقیم، باید بری دن کلیک کنی که یه اعتباری تو ترکیه پیدا کنه این مدرکت، بعد اونو ببری بدی. بعد یه سری مدارک دیگه مثل سوء پیشینه رو من با میخوام اضافه کنم به پرونده‌ام. و اگر سند ملکی داری میتونی بذاری. حقوق 3 ماه آخرتون هم باید باشه حتما، با امضا و همه چی از طرف کمپانی که شما چقدر حقوق داشتی و اینا. فقط به اون قرارداد کفایت نمی‌کنن. بعد کمپانی هم وقت VFS استانبول خودشون براتون میگیره از طریق اوفیه، انگار میری تست پزشکی تو میدی مثلا صبح خیلی زود، بعد ظهرش وقت VFS چیه؟ دیگه مثل قدیم مصاحبه نیست. یعنی شما هر چیه که فکر میکنی مثل قدیم مصاحبه نداره، که هم خوبه هم بده. چرا خوبه؟ چون اگه سوالی تو ذهن آفیسر باشه و نتونه پیدا کنه تو داکیومنت شما، میتونه از شما بپرسه، خب شما بالاخره یه جوری قانعش کنی. ولی اینجوری دیگه شما حضور نداری موقعی که داره پروندهت بررسی میشه، دیگه وقتی قانع نشه همونجا رد میکنه دیگه. هی دوباره باید بریم اقدام کنی، دوباره مدارک بذاری. و بعد از اینایی که خب کجا بودیم، شما جاب آفر داری، اجازه کار گرفتی، ویزا باید تو ترکیه بیشتر از 6 ماه اقامت داشته باشی که بتونی سفارت اینجا اقدام کنی، نه تو ایران. حالا من چون اجازه کار داشتم و مدارکم بیشتر مال همین کشور بود، دیگه همینجا رفتم، که البته شاید بهتر باشه کشور خودتون برین، چون بخوان بعدن چیزی رو اینا چک کنند، صحتش رو بسنجن، راحت تر میتونن تو کنسولگری کشور خودتون این کار رو انجام بدن تا اینجا. خب بعد میرین استانبول دفتر VFS، مدارک رو میدین، یا شما میگین برام بفرست، یا اینکه من خودم میام میگیرم. انگشت نگاری و چهره نگاری انجام میشه، کلن 1 ربع طول میکشه کل این داستانا. و
حدود بین 100 تا 150 یورو به بسته به میزان درخواست اقامتیتون پرداخت میکنین که اگه ویزا نشین بهتون بر نمیگردونن. ولی زرنگ باشین، شما نگه دارین این قبضو که بعداً از خود کمپانی باید میتونین دریافت کنین به عنوان هزینه سفرتون و اینا، چون داریم برام کمپانی کار کنین. یه جورایی وظیفه‌شه که خب این خرجا رو هم بده و نقدم قبول میکنن. VFS استانبول کارت و اینا قبول نمیکنه، با خودتون یورو ببرید حتما. خلاصه اینم که ویزا و اینجور داستانا. اینم ویزا و بقیه داستان. بازم سوال داشتین بپرسین. اگر شما هم دوست دارین برین اروپا از ترکیه، الان شاغل هستین، تجربه مثلا مشابه مثل من دارین، بنویسین اینجا، خوشحال میشم. شما هم تجربتون رو با من در شیر کنید. یا اگر ایران هستین فعلا اونقدر پروندهتون و داکیومنتاتون قوی نیست که برای اروپا اقدام کنین، فرصت خوبیه تو ترکیه بیاین، تو حوزه گردشگری آنتالیا، بودروم، فتیه مشغول شین، زبانتون رو قوی کنین، بعد از اینجا اپلای کنین. خلاصه که دمتون گرم اگه سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. مرسی از آقای خانم فیلم بردار. Thank you.